کشید این زمانه را که می کشد ترانه را، درون چشم می کشد نگاه شاعرانه را. زمانه هرینه چو کفش سیر پینه، به پینه نمی خرد نبوغ جاودانه را. قلمچه نکاشته قلم قلم همی کند، به دست صد تبرزن درخت پرجوانه را. ز جهل نیزه می کشد به تیغ چشم آفتاب، به بیضه حبس می کند همای آشیانه را. چو زاد بوم آن یکی ده است مثل چشم بوم، به چشم بوم بنگرد جهان بیکرانه را. یکی سفال پاره به خم زر رسیده است، یکی زغال پاره گرفته صد خزانه را. من از طلعه سحر پیام آورم ولی، زمان من نمی خرد طلعه زمانه را. الا زمان منجمید تو لااقل، تو دست کم خلل مده من به سوی جاودان به لب غزل روانه را. و از همون شعرها که واقعا من یک بار خودم را رکلام کنم به قول همین شعرها که میخوانم براتان در این کتاب هست. فریاد بی فریاد رس. من از ناشرا امروز خواستم التماس کنم که اینجا بیارن و باز رحم شما خوردم که شاید پول نداشته باشد. خب البته اون قسمتی از این شعرهای این کتاب است، اون چی خانم ما آوردم. این کتاب نشریات ادیب چاپ کرد و مال خودش شد. این کتاب در دست من نیست، یعنی فقط میتونید در کتاب فروشی نزد نشریات ادیب، اونجا که گل فروشی هست اونجا کتاب فروشی هم هست، شکر خدا، فقط همونجا پیدا میشه، در دیگه هیچ جا نیست.